من امروز یک امکانیت خوشبختانه فرا رسید که توسط استیوی سیما و صدای سمرقند که مردم سمرقند قدر میکنند، مردم سمرقند خیلی دوست میدارم و به صبرانه هر برآمدهای آن انتظار هستند. همه اولا هم قلمان خود را، هم دیاران خود را، سمرقندی های باستانی خود را از نام مخلصان روزنامه یگانه تاجیکی جمهوریت ازبکستان آواز تاجیک تبریک گویم، تهنیت گویم و تمام خوشی‌های زندگی را با سمرقندی ها تمنا نمایم. باید گفت که سال نو آمد، سال نو این سال پلنگ است. بید همیشه پلنگبار پیش روید، پلنگبار همیشه غالب آید و میخواستم که همیشه با همین استیوی همراه مانیم، از برنامه های دلنشین، گوارا و جالب دقت همیشه بهره مند کردیم. سال نو مبارک.